با پنجکین دسترس شدن کتاب تاجیکان توفی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان بار دیگر دلیل از توجه غمخوری راهبر دولت نسبت مردم این منطقه خاصه بالا بردن هویت ملی شناسی بیشتر و خوبتر با تاریخ پرشرف ملت حساب می‌یافت. جریان دسترس و جابجاگذاری این شاهاثر در مد نظر مسئولان مقامات اجرایی محلی حاکمان در شهر قرار داشت. واقعا هم پیشوای معظم ملت از روزهای اولی که به سر قدرت آمدن، روزهای اولی که این مسئولیت بزرگی ملت ما رو به دوش گرفتن، همه زد یک اقدام‌های نوی رو پیش میگیرند که برای رشد و نموی تاجیکستان بیشناسا، برای رسیدن به زندگی شایسته مردم مساعدت می‌نماید و در ردیف اعلان گردیدن سالهای آموزش فن‌های دقیق ریاضی، اعلام گردیدن آزمون‌های علم فروغ معرفت، آزمون تاجیکستان وطن عزیز من، آزمون فروغ صوفی دانایی کتاب است. در همین جاده ها پیشوای معظم ملت باز یک اقدام بی‌نظیری پیش گرفتند که در عرفه 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای هر یک خاندان تاجیک تحفه بی‌نظیر خواهد شد و چاپ گردیدن کتاب تاجیکان از جانب پیشوای معظم ملت برای اهالی، برای دسترس نمودن، برای از خود نمودن، از آگاهی پیدا نمودن از گذشتگان خود یک تحفه بی‌نهایت بی‌نظیر می باشد و از جانب مسئولین سفربر گردیدند که عین حال این لحظه شما می‌بینید در اینجا الکی اولین نسخه های کتاب چاپ شده به شهر باستانی پنجکین وارد گردید. باوری کامل داریم که زیاده از 56,000 نسخه کتاب تاجیکان به شهر پنجکین وارد می‌گردد و از جانب مسئولین و کارمندان مقامات اجتماعی دولتی شهر پنجکین پوره با یک شکوه شامت خاصه و هر یک خاندان استقامتانه ساکنان شهر پنجکین دسترس کرده خواهد شد. شاهاثر بابوجان غفورов کتاب تاجیکان واقعا هم تحفه ارزنده به مردم پنجکین باستانی است و این اقدام راهبر دولت ساکنان شهر دیهات پنجکین از جمله رئیسان کمیته محلی شهر را بی‌طرف نگذاشت. من رئیس محلی شفتالزار مقیم مرادالله. من امروز در پنجکین تحفه جناب عالی و شهر پنجکین وارد شد. ما بسیار منتظر از محترم جناب عالی که این تحفه بی‌بها بها ندارد خلق پنجکین به تحفه. ما منتظر از جناب عالی. کتاب تاجیکان که واقعا هم شاهاثر ملت دولت است در یک مدت نه چندان زیاد فراورده در تالار اولی کاخ فرهنگ نگهداری شد. خوش‌طرز کتاب در جهان یاری نیست، در غمکدی زمان غمخواری نیست. هر لحظه او در گوشه تنهایی صد راحتی هست و هرگز آزاری نیست.